امک شریف خلف از زمره دهقانان صاحب تجربه منطقه در فعالیت کشاورزی از بازیگران موفق به حساب می رود. در میدان 6 گکتار زمین آبی همراه عائله و کارمندان کرایه مهنت می کند. بعد از جمع‌آوری کشت اساسی در کشت تکراری پمیدور و بادرینگ، بلغاری، کدو و جواری مکه کش نموده، الکی پمیدور و بادرینگ را به بازارهای منطقه به فروش برآورده است. در نتیجه یخامانه که ما در ماه ینور کرده بودیم همین نتیجه خوب داد و من در نتیجه همین ما اول کاشتیم کمتر کارتشکا و جواری کاشتیم جای همه با تکراری کار کردیم. من بادرینگ هم من سجاش خوشروش سال شده انا با من پخته کردیم پخته سال ولی پیاز من سوزه من پیاز نچینده همه نتیجه خوب داره. بعضی زمین‌های هستن که 2 حاصل گرفتن ممکن، بعضی زمین‌های هستن که اگر خیرات کنند اگر 3 حاصل گرفتن ممکن. کشاورزان خواجگی‌های خرد و میانه جماعت به نام میرزا ترسونزاده از پرورش سبزیجات و پالزی‌ها به خصوص پیاز و کارتوشکا، کرم و سبزی و پمیدور و بادرینگ امسال درآمدی خوب به دست می‌آورند. دهقان را نشونمای خوبی زراعت‌ها به آن امیدوار می‌کند که از میدان‌های کشت حاصلی بلند به دست آورند. امروزها من جمع‌آوری غله دانه به یک اوج پرشکوه رفته ایستاده است که تمام کشاورزان حدودی جماعت بهره با ثمر جمع‌آوری نمودن حاصل مهنت خود سفربر کرده شدند. مردم حدود جماعت شهر که میرزا ترسونزاده مردم بسیار مهنت کشند. انا در همین جا خصوصا همین چخیلگی گفتم غله دانگی و بسیار سبزیجات کاری بادرینگ و پمیدور و بلگر و من همین کوشش دارن که در امنیت آذوقه‌واری و تامین نمودن سبزیجات سهم خود را گذارن. از اینجا به ولایت ختلان نیز از همینجا صادرات کرده میشد، بیرون از جمهوری صادرات کرده میشد. سهم خودشون را برای بهتر نمودن تامین آذوقه‌واری سبزیجات میگذارن. با گفته دهقانان این منطقه از پرورش همه زراعت‌ها فایده خوب گرفته. در این سمت مقصد اساسی کشاورزان ناحیه شهرنو این معتدل نگاه داشتن نرخ محصولات کشاورزی در بازار داخلی و تامین امنیت آذوقه‌واری کشور میباشد. گزارش خورشید علیمو فیروز میرزایف از ناحیه شهرنو برای برنامه اطلاعاتی نوید.